درود بینندگان عزیز و عالی قدر، نمایش ما از ولایت سرخاندریا ادامه می‌یابد. این لحظه ما شما را با زندگی نامی مردم ناحیه اوزون آشنا می‌سازیم، چون در دیگر محل‌های دیارمان در ناحیه اوزون هم نمایندگان ملت‌های گوناگون با هم اتفاق امور به سر می‌برند. خوشبختانه شماره زیادی اهالی را تاجیکان تشکیل می‌دهند. Tojik millati bilan o'zbek millatini juda qadrdon, quda andachiliklari juda mustahkam, to'y, tadbir, barcha marosimlari bir xil turda bo'lgan ikkita millat vakili tumanda mana shu Tojik milliy markazi tashkil qilingan. Bu markazga barcha sharoitlar yaratib berilgan. Tumanimizda barcha olib borilayotgan ishlar, islohotlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda bu Tojik milliy markazining ham faoliyati ko'zga ko'rinib turadi. Barcha tadbirlarda o'zini takliflari, o'zini muzokaralari, chiqishlari bilan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarimizda ham faol ishtirok etib kelishmoqda. برای رواج زبان، عرف و عادت، عنعنه‌های ملی، فرهنگ، صنعت در مقیاس جمهوریمان برای نمایندگان ملت‌های دیگر شرط و شرایط فراهم آورده شده است. علی خصوص در 5 سال آخر این روندها به زینه نو برآمد. حالا در ولایت و ناحیه‌ها بیناهای نوی خانه‌های دوستی و مرکزهای ملی فرهنگی پیشکش گردیده است که در ناحیه اوزون هم قدراست کردن بینا و باغ دوستی را ما هم خیر و مقدم میگوییم. ازبکستان نو با ما شرایط‌های بسیار فراهم خوب مهیا کردند و ما با زبان خود آموختن، تعلیم گرفتن را دوام داده ایستادیم. در ناحیه اوزون 54,000 نفر تاجیکان تشکیل میکنیم که فرزندای ما در 11 مکتب ناحیه تعلیم میگیرند. در آینده باغ دوستی را ما برپا میکنیم. در آنجا فقط مرکز ملی تاجیکان نه، بلکه با ما هم نفس بودگی قزاق‌ها، مرکز ملی تاتارا، مرکز ملی ترکمن‌ها هم وجود دارند و ما در آنجا با هم فعالیت میبریم. من همه مکتب‌های تاجیک زبان را آموخته برآمدم و از آدم‌ها بسیار از پدر و مادران مکتوب آمد که باز هم تعلیم در صنف‌های ابتدایی تا مکتبی تشکیل کرده شود. این معما هم روزهای نزدیک جامعه عمل می‌پوشد و معمای خود حل کرده می شود. ما تاجیکان با در ازبکستان استقامت کرده از تولد شدگمان من شخصا و دیگران هم تشکر منتدار هستیم و برای وطنمان، برای ملتمان خدمت میکنیم. رئیس درست تاکید میکند برای جوانان تعلیم و تربیت مهم است و برای کودکان سنشان تا مکتبی باید که در باغچه ها تعلیم با زبان مادریمان براه گذاشته شود. همین درخواست و تشبث فعالان مرکز الکی براه گذاشته شده است. نرگیز قاره‌ای و صاحبکار محلی این کار خیر را آغاز نمود. الان 25 نفر در اینجا تربیت میگیرند. البته به دستور پوره تاجیکی نیاز دارند. ما در ناحیه اوزون استقامت میکنیم که اهالی این ناحیه قریب 42% مردم تاجیک زبان میباشند و ما در سرحدی جمهوری تاجیکستان زندگی میکنیم و شکرانه از آن داریم که امروز در حدود ازبکستانی نو در تمام ناحیه ها مرکزهای مدنی جانا گردانده شدند. از آن جمله مرکز مدنی تاجیکان نیز در ناحیه اوزون فعالیت دارد و یک قطار کارها را به سامان رسانده ایستادند. نیت داریم در مقیاس ناحیه تشکیل نمودن باغچه های با زبان تاجیکی که این چیز هم معمای کلان است. کودکی که نو به مکتب میاد و در باغچه با زبان ازبکی
البته دانستن زبان ازبکی زبان دولتی این شرف است، چنانه که صدیقی عزیزی میگه اگر 300 زبان دانی فزون نیست، همه روزی به کار آید ضرر نیست. ندانی گر زبان دولتی خود، شیمانی ندارد عاقبت سود. اما با یک چیز که خرسند میشیم که یک کودک خورده که تاجیک زبان امروز به ملال با زبان دولتی سخن میگوید، میداند، میفهمد و در قطار همین زبان مادری خودش را هم باز بیشتر آموزد داند، چون که هر کس به زبان خود سخندان گردد دانستن 100 زبان آسان گردد. میگن که این برحق درست است و راست است. مرکز ملی مدنی تاجیکان ناحیه اوزون یکی از فعالترین مرکز به شمار می رود. با تشبث فعالان مرکز چاره‌بینی های معنوی و معرفی، همزمان شبنشینی های ایجادی، واخوری ها و اهل ادب در محل زیست و مکتب ها برگزار می گردد. حل مسئله نستریفیکاسیا در خود ناحیه باعث خوشنودی شهروندان صاحب زبانانمان گشت، زیرا آنها هم صرف وقت و خرجات را آزاد شدند. خوب میشد تمام رئیسان مرکزهای ملی مدنی تاجیکان از عبدالله تاشمیرزویف عبرت گیرند. yana bir narsani aytishimiz mumkinki, mana shu Tojikiston Respublikasida o'qib kelgan, mana tojik millatiga mansub bo'lgan, nostrifikatsiyadan o'tkazilmagan pedagoglarni nostrifikatsiyadan o'tkazish bo'yicha Tojik Milliy markazi tomonidan berilgan taklifini, ro'yxatlarni ko'rib chiqdik-da, respublika komissiyasini shu hududni o'zida kelib mana shu ishtirokchilarni test imtihonlarini, nostrifikatsiya o'tish imtihonlarini topshirish mana shu hududni o'ziga olib kelib tashkil qildik va kelajakda bu ishlar yana bardavom bo'ladi, davom ettiramiz. Kelajakdagi rejalarimizda mana shu barcha millat vakillari uchun tumanimiz markazidan do'stlik uyi barpo etish niyatimiz bor. Bu do'stlik uyida barcha millatlarni o'sha milliy markazlarini tashkil qilib, ularning alohida kerakli bo'lgan badiiy adabiyotlar, kutubxonalar, madaniyat tadbirlarini o'tkazish uchun barcha sharoitlarni yaratish niyatidamiz. Buni amalga oshiramiz albatta. 3 دکامبر سال 2021 روز فراموش نشونده شد برای من ده، چون که آرزوی دیرینه من جامعه عمل پوشید. با تشبث مرکز ملی تاجیک ناحیه اوزون اجازه دادن و رفته از این نصیفکاسیا من گذشتم با بهای خوب و اعلی. من خیلی خرسندم. نصیب باشد به معلمی آغاز میکنم و این کسب دوست داشته خودم را آرزوی من جامعه عمل پوشید. شکر میگویم. در دوام سفرمان ما با جریان تعلیم و تربیت در مکتب‌های تاجیکی آشنا شدیم. خوشبختانه برای نسل نورس در مسکن‌های علم شرایط فراهم. مکتب رقم 18 در ناحیه اوزون یکی از مکتب‌های کلانترین به حساب رفته، هم از شماره خواننده و هم از جهت حدود. و در این مکتب خوانندگان با 2 زبان تحصیل میگیرند، با زبان ازبکی یعنی زبان دولتی و زبان تاجیکی. و امروز در مکتب ما با 1307 نفر طلبه زیاده از 110 نفر معلمان اساساً متخصص معلومات عالی تعلیم تربیت داده برای آینده درخشانی وطنمون خوانندگان را در روحیه وطن پروری، در روحیه دوست داشتن عنعنه و قدریت‌های ملیمان و امثال اینها تربیت نموده ایستادند. و البته ناگفته نماند که من سعی کوشش همین معلمان بود که در آزمون فنی امسال 2 نفر خوانندگان مایان، یکی از فن اینفرماتیک و دیگری عیناً از فن زبان مادری در ناحیه یکی جای یکم از فن زبان مادری جای یکم را زبان تا جای یکم را گرفته و دوم از فن اینفرماتیک جای دوم را گرفته. با آزمون ولایتی راه خط گرفتن نصیب باشد ماهای مرد در آزمون امید داریم که باز جایهای نمایان را اشغال کرده در ولایت جهت ریتینگ ناحیه خودمان را در مقیاس ریسپوبلیکا در مقیاس جمهوری میبرداریم و این مقصد اساسی ما میباشد. صحیفه 3 روزنامه ناحیوی بابا تاختانگی تاجیکی چاپ می شود. مسئول این موادها معلمه، شاعره و یک جانفدای ملت اوغلای جورابایف می باشند. از روی مهر و محبت و احترام به زبان مادری، معلمه این کار را رایگان اجرا می کنند که به چند به شاگردان آیت ایجاد و طرز مقاله نویسی مصلحت‌گوی می باشند.
هر کی ما را دوست دارد شاد بود، خانه‌اش در دو جهان آباد بود. هر کی اندازد جدایی بین ما، روزگارش پست و ناآباد بود. مقصد ما همدلی، همبستگی، از نیاگان این نصیحت یاد بود. هیچگاه منزل من را نپرس، قلب تو با لفظ خوبم شاد بود. تاج به سر بنهادم، بر تو آن تاج کیانی یاد بود. بین مردم تا به کی خط میکشیم، تو فلان جایی بگویم داد داد. گر فرنگم، روس یا که ازبکم، فرق کو آن فکری بد برباد بود. زادگان آدم هستیم و هوا، قلب ما از دشمنی آزاد بود. بهار از آرامگاه آغاز می شود. گفته بود یکی از ادیبان، آره، آبادی و پاکی عیناً در این منزل خاموشان حکم فرماست. صاحبکاران محله تاجیک آباد کار خیر و عبرت بخش را به عهده گرفتند. وقتی که انسان به دنیا آمد، البته خانه در میکند، جای منزل میکند. این مردمی دهی تاجیک آباد زیاده از 70 سال پیش از کوهستانی دری خانیزه به اینجا آمدند، زمین های اینجا را آباد کردند. این چنین قبرستان خود را در اینجا ساختند. انسان ها همین وقتی که انسان به محیط زیست خود بسیار هم اعتبار میتید، خانه در میسازد، روزگار میکند. خانه ها دائما تازه، آراسته، سرشتوی سرانجام است. لیکن قبرستان تا همین سالهای نزدیک، قبرستانی که ما، آرامگاهی که ما در اینجا موجود است، به درجه خرابزار گشتگی بود. به شرافت صاحبکارا، تدبیرکارا این قبرستان را من آباد کردم. در این اطراف من چیزی که دیدی سیتون دیوارها ساختن، جای اطراف آب نوشاکی آوردن در اینجا. همین قبرستان راههای سنگ فرش کردن، اینچنین آباد کردن. ما با چنین سخاوت پیشگان افتخار میکنیم، زیرا با سعی و کوشش آنها محل زیست قیافه نو کشف میکند. کس از دیدن ذوق میگیرد. در ناحیه اوزون هنرمندان هم زیادند. این کسب مانند پشتکی آمدگی اولادی، ما هشتم، من پسرانم نهم. بابام استا عبدالرزاق، پدرشم استا مرزا آهنگر گذشتگی، بعد استا عبدالرزاق آهنگر گذشتگی. ما همون کس، من مایده بودم، به من یاد داده آمدن. مکتب خونده باشه، هم دکان خانه دکان داشتیم، دم داده همونجا کار میکردیم. منم خدا رو شکر 6 فرزند دارم، 2 دختر 4 پسر. پسرانم هم اساسا کلان شدن، اینا رو خانه در کردیم، دخترها رو برآوردیم از پیش همین هنر کسب. همین بچه‌هام من خانه کرده دادیم، 4 هم خانه کرده داده. خدا رو شکر زندگی ما نه از بد نه. امید است که نبیرگان استا هم این کسب را ادامه خواهند داد و آنها منسوب به 10 سلاله خواهند شد. بازار نمیبریم، آدم خودش اومده از همینجا میگیرند. چیزی که انکو محصولات ما آدم بازار رو بید چیزی صفتناک نقض تنلکر میگیرید، اونا رو هم خود همین مانند میبیان از همینجا سودا خرید کر گرفته میرن، شدگار میکردی. هم تکنیک‌ها را محصولات شما تیار میکنیم. خرسان میشم که مثال من یک کلند کرده باشم، کتمن کرده باشم، میبینم در پشت یک کس پرساده کار کرده دای در میشناسم. چون من نفقه در برآمدم، من پسرانم دوام دادیم، همین کسب همین هنر را دوام داده امسادیم. من خدا رو شکر یک 4-5 شاگرد برآوردم. شاگردا هر جا کار کرده، هر ساحه کار میکنن، خودش آباد کرده، روزگارش آباد کرده، گشته. هوای من خرسندم از همونا که همه یک هنر یاد. من همه انسانی هستم که همه یک کس آمده همین چی چخل میشه من یاد میتیم. نمیگم که ایتو میشه اوتو میشه. خیلی استا هستن که بخیل میبیا، من او خیل نیستم.
همه چیزی که دانم یاد میتیم هوای دیگه هوای یاد گیره پگه از هوای فایده بره. رجب نعمت شاعر اصلا اقتصادچی می باشند. مهر و محبت به ادبیات او را به عالم ایجاد وارد نمود. شعرهای او در مطبوعات دوری چاپ شده است. ملتی من تاجیک است و ازبکی منگه دیار، کسی هم افتخار خلق و هم ناموس و آر. جورابک در خدمت است شیرالی بولسا کلدتار، کرمسا بربرلرین هر لحظه می آید خمار. ikkisin birbirlerin kursa biguyat assalam, sözleşer birbirlerin ba hürmet ba ihtiram. Zarre farkı nedarat manisi bir söz kalam, on yaki madar padardur birleri ata anam. Hazreti Dahbedi erdi nami eşani kalan, Hazreti Mahdum-i Azam peşvai arifan, Hazreti Khaja Hidayat kıblagahi aşikan, aldı cami pandini meşhur nevai der cihan. Birleri mingat şu bahru, digeri manandi nahr, mehmanımız ey birader, maderin dünyayı dahr. İki millet, iki halk ba yakdigar darand fakhr, ey Khudaya qil nasib bizlerge fayzu ham barah. ای دو خلقی معتبر دایم سخاوت پیشه بول، دایما مهرلی مروتلی و با اندیشه بول. یا درختی پرثمر یا جنگلی با بیشه بول، تا توانی دوستان را تو حمیت پیشه بول. آن یکی با راه رحمان برلری شفقت دور، تشنه مهر و وفای و قدر و هم قیمت دور. قدر آدم دایما الحرمت و مهنت دور، نعمتی با هر دو ملت عزت و حرمت دور. بینندگان نکته سنج، این بود نمایش ما عاید مردمی همت بلند و شرفمند ناحیه اوزون. البته حصه از قصه. با امید صحبت باقی، دیدار با امید با فعالان مرکز ملی مدنی تاجیکان این مسکن زیبا خیر و مقدم گفتیم. عرض سپاس همزبانان و رئیس محترم مرد شریف عبدالله تاشمرزا.